of Almighty Allah, who's the most merciful and the most compassionate, who's the creator of the creatures, who's the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grades in English book, Unit 3, Lesson 4, Part 1, page 33. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز. خدا کنه خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما شما. کتاب انگلیسی صنف دهم، فصل سوم، درس چهارم، بخش دوم، صفحه 33. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردای نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم و درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است که ما و شما یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. Dear students, in the previous lesson we have studied one section. ما و شما شاگرد عزیز در درس گذشته یک بخش را آموختیم. And that section was reading. و او بخش خواندن بود. اگر به یاد داشته باشین در مورد مکاتب امریکا بود. درست؟ شاگردانی که در امریکا درس میخوانند، در مکاتبش میرن، از کدام وقت تا کدام زمان، از کدام وقت تا کدام وقت میرن، صبح میرن، چه وقت میان، نانچاششون چه وقت هست و شاگردایش چه رقم است، وایت های درسیش، درباره بعض چیزات ما شما معلومات حاصل کردیم شاگرد عزیز. درست؟ خب در درسی که قرار است امروز ما شما بخوانیم و بیاموزیم. برای حمایت از ما چینل بیگم آکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. In today's lesson we will study just one section. ما شما در درس امروز یک بخش را می‌آموزیم and that is word study. و او بخش مطالعه کلمه است شاگرد عزیز. خب شاگردای نهایت عزیز، میفهم کارهای خانگیتان انجام دادین. حتما در آخر می‌بینم قلم، پنسل، کتابچه‌تان آماده. بیاین که درس خود شروع کنیم. Word study، مطالعه کلمه. Biology. Biology is the science which studies the bodies of planets, animals and human. بیولوژی علم است که بدن نباتات، حیوانات و انسان را مورد مطالعه قرار می دهد. بیولوژی چی است شاگرد عزیز؟ بیولوژی علم است که بدن نبات، حیوان، انسان را تحت مطالعه قرار می دهد. If you want to understand your own body, you must study biology. اگر می خواهید در مورد بدن خود بدانید، باید بیولوژی بخوانید. Can you think of any jobs which need to study biology? شاگرد عزیز، چی فکر میکنین؟ آیا کدام وظیفه را شما به فکرتان میاد که در او وظیفه، در او کار، در او شغل بیولوژی به کار باشه؟ یک بار فکر کنین. آیا میتونید به وظیفه فکر کنید که نیاز به خواندن علم بیولوژی باشه؟ یعنی باید شما بیولوژی بفهمین، بدانین تا وظیفه را شما به دست بیارین. یک بار فکر کنین. درست؟ حتما پاسخ بدین شاگرد عزیز. Chemistry is the science which studies these questions. What things made of. دقت کنین شاگرد عزیز. گفته شده که کیمیا علم است که به بررسی این سوالات می پردازد. واقعا کیمیا هم علم جالب است شاگرد عزیز. شما که کیمیا می خوانین باید کم بیش در موردش معلومات داشته باشین. بسیار چیزای ابتدایی و ساده است. میشه کس ازتان پرسان کنه کیمیا چی است؟ میتونین ساده جواب بدین کیمیا علم است که به بررسی سوالات همچون اشیا از چی چیز ساخته شده میتونین که رقم جواب بدین. کیمیا علم است که به بررسی این سوالات میپردازد. کیمیا با کدام سوالات؟ اشیا از چی چیز ساخته شده؟ واقعا جالب است شاگرد عزیز. بیولوژی، کیمیا واقعا علم های است جالب. سرصدا میکنین بچه؟ نکنین دیگه نه صنف اخلال میشه. بر صورت ادامه میتیم. How do they join together? How do they change? موضوع ما شما چی بود؟
کیمیا بود، سر کیمیا بحث داشتیم، گفتیم کیمیا علم است که به بررسی سوالات میپردازد. مثلا اشیا یا شی از چی چیز ساخته شده و همچنان اشیا چگونه به هم تعامل میکنند، اشیا چگونه تغییر میکنند. واقعا جالب نیست شاگرد عزیز؟ یک شی از چه چیز ساخته شده، یک شی همراه چی تعامل میکنه و یک شی چگونه تغییر میکنه. واقعا جالب است. If you want to examine your food, you must know some chemistry. واقعا جالب. اگر میخواهید در مورد غذای خود بفهمید، باید کیمیا بدانید. درست؟ What else can chemistry help you to understand? چی فکر میکنین شاگرد عزیز؟ علم کیمیا چه چیزهای دیگر را میتواند برای شما بفهماند؟ فکر کنین؟ علم کیمیا دیگه چه چیزها را میتواند برای شما بفهماند؟ یک بار فکر کنین. ادامه بدیم. خب دقت کنین. Course. It's a noun. A course is a group of lessons which go together. Course. دقت کنین شاگرد عزیز. کورس چی هسته؟ کورس اسم هست. ما شما به زبان فارسی یا دری خود میگیم که کورس و یا هم میتونیم بگیم دوره آموزشی. هر دویش درست است. کورس یا دوره آموزشی چی هسته؟ نون است یا اسم هست. فعل نیست، صفت نیست، قید نیست، اسم هست. کورس مجموعه از دروس است که در کنار هم قرار میگیرند. Or a course is also the place where the students go for getting a specific knowledge. یا میتونیم بگیم کورس مکان است که دانش آموزان برای کسب علم مخصوص یا خاص به آنجا می روند. دقت کنین. کورس جایی است که دانش آموزان میرن تا یک علم خاص بیاموزند. مثلا کورس کیمیا، کورس ریاضی، کورس انگلیسی. درست؟ میرن یک علم خاص یاد میگیرن. کدام علم؟ ریاضی، انگلیسی، تاریخ، پشتو، این رقم. درست؟ ادامه میتیم. At university you can choose some of the courses which you study. در دانشگاه برخی از رشته های تحصیلی خود را می توانید انتخاب کنید. پیش میریم. English for Afghanistan is the name of English course in schools. دقت کنین شاگرد عزیز. نام کورس یا مو دوره آموزشی انگلیسی که در مکاتب تدریس می شود زبان انگلیسی برای مردم افغانستان است. متوجه شدین شاگرد عزیز؟ یعنی می کتابایی که ما شما می خوانیم همین چی است شاگرد عزیز؟ یک کورس است، یک دوره آموزشی است. نیست یک دوره آموزشی؟ طبعا که یک دوره آموزشی است. امی کتاب‌هایی را که ما می‌خوانیم، امی کورس‌ها یا دوره‌های آموزشی را که می‌خوانیم در مکاتب افغانستان تدریس میشه، امی را به نام زبان انگلیسی برای مردم افغانستان یاد میکنن. There are many courses established in our local area. در منطقه ما کورس‌های زیاد تأسیس شده است. این خود اگر نیاز به تشریح نداره شاگرد عزیز. کورس است، تازه جور میشه، تأسیس میشه در هر جایی. How long does a computer course last? کورس کامپیوتر یا دوره آموزشی کامپیوتر چقدر طول میکشد؟ فکر کنین؟ متوجه شدین؟ کورس یا دوره آموزشی کامپیوتر چقدر طول میکشه؟ Credit. It's a noun. A unit which represents a successfully completed part of an educational course in a university. دقت کنین شاگردان نهایت عزیز. واحدهای درسی یا کردت. ما شما بسیار برش کردت میگیم، در پانتونها کردت و یا همچی واحدهای درسی. چی است شاگرد عزیز؟ ای اسم است. بازم صفت نیست، فعل نیست، قید نیست. چی است؟ اسم هست. واحدهای درسی یا می کردت نمایانگر بخش موفقیت آمیز یک دوره آموزشی در دانشگاه است. متوجه باشین. If you want to pass
A course in university, you must have enough credits. اگر می خواهید یک دوره آموزشی را در دانشگاه بگذرانید، باید واحدهای درسی کافی داشته باشید. دقت کردین؟ اگر می خواهی که یک دوره آموزشی را در دانشگاه چی کنی؟ بگذرانی، باید واحدهای درسی کافی داشته باشی. Do you get credits for finishing a semester or must you pass an examination? آیا برای تمام کردن یک سمستر واحدهای درسی میگیرید یا امتحان میدهید؟ دقت کنین شاگردان عزیز، یا هم واحدهای درسی تان باید پوره کنین، کسب کنین، بخوانین و یا هم چی کنین؟ امتحان بدین تا چی کنین؟ تا به سمستر بعدی برین، یعنی تمام شود سمسترتان. خب پیش میریم. Physics, it's a noun. It's the science which studies light, heat, sound and electricity. فیزیک اسم هست. بازم تکرار میکنم شاگرد عزیز. فعل نیست، قید نیست، صفت نیست، اسم هست. فیزیک علم است که نور، گرما، صوت و برق را مورد مطالعه قرار میدهد. How does a radio work? If you want to understand, you must know physics. رادیو چگونه کار میکند؟ اگر میخواهید بفهمید، باید فیزیک بدانید. Who uses physics in his work? چه کسی در کار خود از فیزیک استفاده میکند؟ فکر کنین شاگرد عزیز. چه کسی در کار خود از فیزیک استفاده میکنه؟ بسیار خوب شاگرد عزیز. ای بود درس امروز ما و شما. خدا کنه که درس امروز یاد گرفته باشید. بریم درس خود جمع بندی کنیم. اما قبل از اینکه بریم درس خود جمع بندی کنیم، اگر کس سوال داره میتونین که پرسان کنین. شاگرد عزیز یک بار ببینین، اگر کس سوال داره میتونین که پرسان کنین. یس پهلوی یاسر حشمت سوال داری فرما. استاد استابلیش چی معنا؟ بسیار خوب. حشمت میگه که استاد استابلیش چی معنا میده؟ حشمت عزیز متوجه باش، استابلیش یعنی که تأسیس کردن، ساختن، یعنی جور کردن. متوجه اگر شده باشید در درس گفتیم که کورس های زیاد در منطقه ما تأسیس شده است. درست؟ established یعنی که تأسیس. درست؟ خب امیدوار هستم که مطلب گرفته باشی. بریم درس امروز خود یک جمع بندی کنیم. Dear students, in today's lesson we have studied one section. شاگردان نهایت عزیز، ما و شما در درس امروز یک بخش را آموختیم. And it was word study. و او بخش مطالعه کلمه بود. بریم به طرف کارهای خانگی. قلم و کتابچه‌تان آماده شاگردان عزیز، نوشته کنین homework، کار خانگی. Write the word study of page 33. Write the word study of page 33. شاگردان عزیز، مطالعه کلمه صفحه 33 که ما شما خواندیم، یاد گرفتیم، امیر در کتابچه‌تان نوشته کنین. درست؟ بسیار خوب شاگرد عزیز، این بود درس امروز ما و شما. خدا کنه که درس امروز یاد گرفته باشین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما را به الله یکتا و بی‌نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.